سلامی دوباره به همه دوستان عزیز دلم، امیدوارم حالتون فوق العاده باشه. دو تا وسیله عجیب من پیدا کردم، یعنی این که دنبالش نبودم، این گیوتین ورقه دنبالش نبودم ولی اینو خیلی دنبالش بودم. اینو تو ضایعاتیا پیدا کردم، 1,200 اینو خریدم. اینو تو کامنت ها بهم بگید چقدر میارزه و چقدر خریدم. این دستشه، اینم خودشه. حالا اینو قیمت بدید، ولی اینو 1,200 خریدم. اینو قیمت بدید ببینیم چند خریدیم. الان میخوام یه دونه با کمک این قطعه‌ای که خریدیم، این گیربکسی که خریدم، پروفیل و نبشی و یه چند تا تسمه، چون این قوطی 8 این قوطی 6. قوطی 7 گذاشتم با تسمه جواب نمیداد. گفتم تسمه با نبشی جواب نمیداد، داخلش نمیرفت، مجبورم قوطی 6 بزنم. قوطی 6 و قوطی 8 رو یه ذره ورق آوردم، یه ورقم باید سر اینو ببندیم. اینام میخوام کناراش به عنوان 4 طرف ریل باشه که تو این بازی کنه، چون این قوطی 8 اون 6 خیلی فاصله داره. این میخوام فاصله رو پر کنه. پس بی‌معطلی بریم. یه البته این چیزی که میخوام بسازم همش ذهنیه، چیزی نیستش که من البته یه چند تا ویدیو قدیم دیده بودم، ولی هر چی که الان دارم میسازم همش ذهنیه، چون لوازم و وسایلی که گرفتم مال خودمه. از روی چیزی من کپی برداری اینو نمیتونم بکنم، چون تو هیچ کدوم این گیربکس استفاده نمیکنن. تو هیچ کدوم اون فیلم‌ها تا حالا از این گیربکس استفاده نکردن و نمیکنن. قراره روی این یه دینام سوار شه. اینجا باید بدم تراشکاری، اینو یه صفحه بزرگ ببندن که این دوران میچرخه، اینو هی داخل این بازی بده. فقط من یه اندازه‌های حدودی تو ذهن خودم میزون کردم. ای بابا این قوطیه رو نیاوردم. تو قوطی رانی‌ها چیزی که بزرگتر از همه است از ایناست. ابعاد و اندازه این 17 سانت 18 سانت بیشتر نیست. بزرگترین دهنه‌ای که ما لازم داریم 18 سانت، که اگر از این قوطیام تو وسایلمون تو بارمون فرستادن تو بارمون بود به مشکل نخوریم. خب ما از اونجایی که این قرار داخل این باشه و اینجا بازی کنه، 25 سانت میخوام اینو در نظر بگیرم. این 25 سانتش. خیالم راحت باشه که صافه. این 25 سانتش، اینجا 25 سانت. خب این 25 سانت اینجا. این از این 25 سانت. این 25 سانت. اینم حدوداً همون 25 سانته، فقط 24 و 8 میلی. و باید این سریع رو صاف کنم. ما اینجا یه ذره له شدگی داریم، این مهم نیست. یا باید اینو صاف کنیم یا یه قوطی 6 دیگه استفاده کنیم. این 25 سانت رو ببرم. این قرار 18 سانتش، این قرار 18 سانتش، هیجده و نیم سانت میگیرم. یه جورایی میشه از اینجا تا اینجا. این قوطی رانی میخواد بیفته داخلش کاملا بدون مشکل. یه چیزی
ما یه تیکه هم باید برای این 2 سانت خالی بذاریم که له میکنه. 2 سانت میارم بیرون. 2 سانت اینجا من بغلش از همین نبشی ها میزنم. 2 سانت نبشی ها میزنم بیاد بیرون. این 18.5 سانت. درسته. 18.5 سانت. این 18.5 سانت قرار نیست دور تا دور بریده شه، فقط این رو بریده میشه که یه محمزه باشه. این سه طرفش میمونه، قوطی میفته داخلش، از این ور له میکنه میاد جلو. 2 سانت اینجا فاصله داره که این له شدگی بیفته اون جلو پایین. پس اینو ببریم و برگردیم. خب برش هامون تموم شد، همه چی آماده کردم. الان باید بریم جوش بدیم. یه صفحه برای این رو درست کردم. این قراره اینجا نصب بشه، اینجوری اینجا نصب میشه. این 2 تا بزرگا این صفحه ها 4 طرفش میخوره، اینجا وصل میشه. این 2 تا کوچیکام اینجا نصب میشه. یه شیار بین اینا هست برای بازی این میله‌ای که قرار روی این نصب بشه. حالا اینا جلوتر اینا همه مشخص میشه. بعد این 2 تا رو آوردم اینجوری اینجا نصب میکنیم. اون 2 سانتی که قرار چیز بیفته بیرون رو این درست میکنه برامون. یه چیز توپ و مشتی دیگه درست کنیم، فقط میره برای جوشش هم اول اینا رو 2 تا 3 تا سوراخ میزنم روی اینا جوش میدم. 2 تا 3 تا سوراخ میزنیم روی اینا، خال جوش میزنیم، این قشنگ به این میچسبه. هیچ دیگه مشکلی پیدا نمیکنه. اینه که جوش دادیم، بعد میایم روی این جوش میدیم. اینم که با وسیله آهنربا اینجا میزون میکنیم، صاف میکنیم. دور تا دور کامل جوش میدم، محکم میشه. بعد تا ما بقیه کارا. حالا فعلا اول اینا رو جوش بدیم. اینم باید بره تراشکاری. این زیر پرس این در بیاد، بدم تراشکاری یه صفحه، چون این 18 سانت قراره بیاد داخل. یه صفحه 20 میگیریم که روی این بچرخه، موقع چرخش 18 سانت بیاد داخل. اونم با پروفیل تنظیم میکنم میلشو 18 سانت بیاد داخل، بعد برگرده. یه چیز عجیب غریبی دارم از خودم میسازم، این چیزی نیست که من جای دیده باشم، بس هر چی که دارم میسازم همینجوری ذهنی و چیزی که خودم به ذهن خودم میرسه است. این که جای دیده باشم و چیز کرده باشم نیست. پس بریم اینا رو اوکی کنیم و تمام. البته تمام نمیشه، ما بقیه مراحل کار. خب تا اینجای کار اینا رو سوراخ زدم. اول از همه اینا رو سوراخ زدیم که اینجوری روشون خال جوش بزنیم. اینا چه وقت زنگ زدم گوشیم زنگ خورد. این الان جوش دادیم، این آماده است. فقط باید سنگ بگیرم یه دست دیگه صاف بشه. این میخوابه این ور، اینجا اینم 2 تاشو جوش بدم. این ور رو میشونه، اینا هم 2 تا دیگه. البته برعکس، ما سر خروجیمون اینجاست دیگه. اینجا میشینه. اینا هم 4 تا کوچیک بریدم سوراخ کردم، اینجا جوش میخوره. اینا میاد اینجا که اینجا ورودیه چیزمون نبنده، اینجا لب لب اینجا میکنیم ورودیه قوطیرانیمون نبنده. این 2 تا داغه، این 2 تا میاد اینجا. گفتم این وسط هم یه شیار میمونه که چیز بازی کنه، چی بهش میگن، این میلمون بازی کنه. حالا یا تکمیله باید بزنم یا اگه بشه جا داشته باشه، بازی زیاد نداشته باشه، اذیت نکنه، میشه 2 تا میله زد. حالا بستگی به اون میشه اینا رو کوتاه بلند کرد. دیگه باید ببینم چه جوری میشه. فقط یه سوالی که برای من پیش میاد این که 40 سانت اینو گرفتم. 40 سانت اگر بیاد تا اینجا بیرون، نه چیزی از ریل خارج نمیشه. ریل بسته دیگه. من میخوام چیکار کنم؟ این تو همین ریل میخوام اینجوری بره جلو بیارم، جلو بیارم، جلو بیارم. خوشگل. بعد این که هیچی، این زمینه ابزار رو نگاه کنید، خال که میزنی به کفی قشنگ میچسبه. یه صاف میکنی که دیگه قشنگ اونجا بشینه دیگه. اینجوری قشنگ بشینه اینجا و اینم تو جوش میدیم. تمام.
کار از ریل و چیزمون تموم میشه. اینم بریم بزنیم و این رو تموم کنیم، دیگه چیزی با این نداشته باشیم. این چون بلنده میشه اینجا تنظیمش کرد. لب به لب، اگه اینجا لب به لب بشه اینجاش خوبه. اینو یه خالجوش اینجا، این دوتا رو خال میزنیم، اینو وا میکنیم وسط رو میزنیم، بعد میریم بعدی رو تنظیم میکنیم. چیز دیگه ای نداره. تمام. بریم اینم جوش بدیم. اینو جوش بدیم، این بغلش هم جوش بدیم، اونو هم جوش بدیم، آماده بشه برای این. کفه این میمونه و جوش دادن به این. بریم این تیکه رو تموم کنیم. خب تا اینجا کار اینا رو که خالجوش زدیم، اوکی کردیم، چسبوندیم، ساب زدیم، یه دست ساب شد دیگه، خالجوش نیست، راحت میخوابه اینجا. الان همه اینا رو جوش دادیم، اون یه دونه مونده. همه اینا داغه. تمام اینا رو آماده کردیم. این بچه هم داخل این گنده بازی کنه، میاد تا اینجا له میکنه، میاد بیرون. خب اینم من میخوام این سریع رو، این داغه فعلا باید بذارم یه ذره خنک شه، چون اینجا جا دستم خیلی بد میشه، میسوزم. بعد این رو چیز کنم یه ذره خنک بشه، بعد اینو بزنم. اینم از البته صافش یه طرف شد صاف بود دیگه، دست نزدیم. انبار جوش، انبار اتصال، البته انبار اتصال. اینم جوش بدم چون باید ماسک بزنم، کلا رو باید دوربین رو باید بردارم. اینو جوش بدم، این میزونه صاف، این میره داخل اون له میکنه میاد جلو. اینو جوش بدیم تموم شه.
نمیدونید نه با حرف نزن قشنگ‌تره که یه سنگ استیکار نو به من روش
یا همین ببره جا آقا آره همین میخوا برعکس جا بزن. اینجوری آره بذار پیش بره. خب این بچه هم از تراشکاریمون اومد، کارشو انجام دادیم، ویدیوهاشو دیدید. الان میخوام یه همچین حالتی براش در بیارم. اینا تو این حالت توی یه خط قرار بگیره، به اینجا رسید، توی یه خط قرار بگیره با 2 تا میله که قابل تنظیم باشه. اینو میزون میکنیم، اینجاشو سوار کنیم. ما از اینجا بخوایم حساب کنیم تو اینجا 30 تا این ور میخوایم، اینم لازم نی همون جلو بگیریم. بذارم میخوام سرش بیرون باشه. تا این ته بخوایم بگیریم 70 تا. خب ما 30 در 70 2 تا 30 میخوایم، 2 تا 70. اینو برش بدیم 2 تا 30 2 تا 70. اینو ببریم پایم، ببریم آماده کنیم. این یه دونه 30، اینم یه 30 دیگه ازش ببریم. این 2 تا 30 از این 2 تا 70 ببریم. این 2 تا لب میزونه. دو تا 70 هم همین بهمون بده. برم اونور. اینم 2 تا 70. اینم 2 تا 70. اینو وا کنیم. خب اینم از این 2 تا 70 2 تا 30 میزمون دیگه جا نداره. 70 ما بریدیم. 2 تا 30 2 تا 70 قرار این شکلی بیاد رو هم. از بس جا کم داریم دو تا 30 2 تا 70 یه ببینا. این 2 تا 30 2 تا 70 این میشه پایه کف اینجا. پایه کف اینجا اینا رو پیچ مهره کنم. اینا رو باید ببندیم. چقدر صفر کردیم. حالا لازم شد از استفاده میکنیم. گونی همون اینجاست. این پیچو گم نشه. چرا 13 بده من
یه دقیقه من پیچ برای این برم بیارم. خب اینا اضافات کار تراشکاریمون بود. شما کار نداریم. کوتا چی داریم؟ کوتا مهره بده. کوتاه یه ذره از این بلندتره. کوتاه مهره رو بده بیاد. حالا فعلا همینجوری حدودی میبندمش تا جاشو میزون کنم. بعد چیکار کنیم؟ اینا رو روش سوار کنیم. ما یه پایه هم باید برای این درست کنیم. یه پایه هم باید برای این بچه درست کنیم تا ارتفاعش با اون میزون شه. ای بابا مهره بدم. بسته میشه، اذیت نکنه اون زیر. چرا؟ پیچ خرابه. پیچ خرابه. بیا برو دیگه واسه نرمه اذیت کنه هستی. تو بیا برو بیرون. بیا کوتاه. اینم از این نگاه کنم چه گیری افتادی. اینجا بسته میشه، میاد اینجا اذیت میکنه. خب الان موند ما یه دونه. الان اینم قشنگ بهتون توضیح میدم بدونم بفهمید که چیکارا کردم روش. وای یکی پس از دیگری باید اذیت کنید. بسته نمیشه. حوصله اذیت کردن ندارم. برو بیرون ببین. برو بیرون جاشو خلوت کن ببینم چی داریم. بیا ببینم روش میخوری. آره خب اینم از این طرف. خب اول ما اینجا رو میزون کنیم. خب شما باید برگردی. من تو رو اینجا میزون کنم یه 45 درجه بکنم. خب این میز رو الان بسازیم. میز که تموم شد بریم برا یه لحظه دیگه چک ریزی بکنم. اها خب این زاویه 45 درجه. این 45 این طرف. یه 45 هم این طرف داره. اذیت نکنه. الان نمیخواد 45 بشی. بدش کن. ببندیم بعد 45 دوران درست میکنم. خب اینم از این. اینجا 45
اینجا خوبه، یه ذره بازی داره، ایراد نداره. خب یه سفت نهایی بکنیم. خب این از این میزمون. خب ما باید اینو اینجا نصبش کنیم. نمیشه، مجبوریم بیایم تا اینجا. خب اینجا نصب بشه. او این صفحه نمیذاره، مجبوریم یه 70 دیگه ببریم اینجا تا اونجا. یه 70 دیگه بیاد اینجا که اینو پر کنه. بذار ما اینو سوار کنی، این زیر میبندی، اینو روش سوار میکنی که میزون شه. یه 70 سبک این سنگینه. شما دوتا نه، شما بیا. کم بوده، جای کم اذیت میکنه ما رو، ولی ایراد نره. 70 خب خوب برش گذاشتیمش. یه دقیقه من یه متر بزنم. 70 نگیریم بزرگ باشه. ببین آها 70 بزرگه. 69 و 6 میره، 69 و 5 میزنه که حالا یه خب ببر پایین. خب من یه میل کوچیک‌تر گرفتم مثلا اذیت نکنه. خب اینم از این. یه دقیقه تو رو سوار کنیم ببینیم تو کجا باید بیایی. این اگه اینجا باشه لب به لب این نصبش کنی، ما این لب به لب اون نصبش کنیم. شما کار ندارم، برو پیکارت. اضافات برید پیکارتون. من یه دقیقه ببینم چی دارم اینجا. خب تو خوبی؟ تو هم بیا تو هم. ای بابا چی گیری افته. ای بابا تو این بر آزودی. خب این برای اینجا یه ذره برو اونورتر که اگه خواستید دوتا پیچ بزنیم جا داشته باشیم. سیزده بلند. یه دقیقه من اینو جمعش کنم بعد تنظیم میکنم. تا بیا یکم بهتر. اینجا میری بگو بری. خواهش کنیم درستیم. اینجا جا داریم.
خوب. خب میزون، میزان. خب تو اینجا باشی، حالا چی؟ حالا اوکی. فقط اینا این وسط هم میشینه. این دوتا میذارم زیرش دیگه محکم تر بشه. ببینم پیچ بلندمون میرسه چقدر. آره این پیچمون خوب. این پیچ ما 4 تا میخوایم. خب مثل که تو اینا نداریم، باید برم قاطی پیچام بگردم، ولی این پیچمون خوبه. این پیچ خوبه. حالا نمیده که یه ذره بلندتر هم چیز میکنیم که میزون شه. خب اینو یه محکمش کنیم، بعد چی میمونه؟ یکی نداری، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا اینا رو سوراخ میزنم. سوراخش یکم گشادتر میکنم که یه پیچ دیگه هم بخوره محکم‌تر شه. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 1 2 تا 3 تا 4 تا این 5 و اینم 6 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا اینم 6 تا مهره. خب شما برید فعلا باتون کار ندارم. اینو پایه رو کامل جمع کنم، سفتش کنم، میزونش کنم، بعد میریم برای سوار کردن اینو، اندازه کردن اینا رو هم اندازه کنم که اینجا پیچا میفته زیرش قشنگ دیگه محکم بگیرتش دیگه، یه جوری بزنیم که توپ تکونش نده. این دو تا پیچ به درد همین کار میخوره، خوبه استفاده میکنیم. بریم و برگردیم. خب تا اینجا کارش رو رفتیم جلو، همه چیزو زدیم، همه چی میزون آماده برای کارهای آخرش. خب این پایه براش بس کردم، این تو یه خط قرار میگیره. اگر 1% پایه میزون نبود، یه ذره چیز بود، ما اول اینو تنظیم کنیم. اینو اینجا بزنم توی یه خط قرار میگیرد، یه کوچولو برو اونورتر. خب اینجا میدونه. ای بابا این از اینجا. یا خدا این دینام بیاد روش چقدر سنگین میشه. خب ما اینجامون کلا میزونه، میزان اینجا میزونه، کاری با این ور دیگه نداریم. فقط من اینو باید سوراخ بزنم از پایین. ای بابا تکون میخوره. این محکم بگیریم برام. خب اینجا میزونه،
اینجا که میزونه ما یه سوراخ اینجا خب این از اینجا این اینجا اینم که اوکیه. یه پیچ به ما بده با یه مهره. خب الان یه دونه جا رو زدیم، الان دوباره یه میزونش باید بکنیم. این یه داره صفر بشه سر جاش بایسته. خب دوباره باید بیایم میزان کنیم. خب اینجا این میزونه، این از این. خب این میزونه، اینجا میزونه. اینجا که حالا میزونه ما میایم اینجا یه دونه سوراخ میزنیم. خب این از سوراخ این بر. یه پیچ هم اینجا میبندیم. این میزون شد، کلا اینو سفتش میکنیم. بیا عقب‌تر دیگه، ما همینجوریش اینجا جا نداریم. خب میزانه این از این. حالا فعلا باید برو کنار. فعلا ما باید اینا رو تنظیم کنیم. خب من یه دونه از اینا الان باید اینو ببرم تراشکاری، این پایینی رو کوچیک‌تر کنه چون بزرگه، خیلی بزرگه. بعد اینو یه دونه دیگه از این لوله بگم ببره، از این لوله باید ببره برای داخل این. بعد بیایم روش یه پروفیل روی این جوش میدم، یه دونه میله روی این میله تو پورت تو این جوش میدم. این الان باید دقیقا اینجا بیاد، یعنی این رسید به این طرف، این رسید به این طرف، این کامل تو باشه. بعد اینم من حساب جای تصویر نکرده بودم، اینجا رو بریدم. میگم همه اینا ذهنی و چیزی نیست که دیده باشم و از روش بخوام بسازم. همش هر چی میسازم از رو ذهن خودم میسازم دیگه. اینجوری مثلا چیزی وسطش در میاد دیگه یه راهکار براش پیدا میکنیم دیگه. این وقتی میچرخه یا با تصویر سریعتر میچرخه، اینو میاره عقب، یعنی این بعد بیاد اینجاها، این بیاد دقیقا رسید اینور، این باید اینجا باشه. اوکی این باید اینجا باشه. بعد شروع کرد به چرخیدن، این بیاد داخل، نهایت این ورتون میره به چرخ، اینجوری باید بیاد، این میاد داخل اینجا اینجوری. این هم از این میاد تا اینجا له میکنه. این باید اینجا قرار بگیره، اینجوری اینجا قرار بگیره. این اینجا قرار میگیره، این میاد اینجوری له میکنه، این له میشه. حالا بسته به چیزی که
زوری که این استفاده میکنه ما اینو باید جلو عقب کنیم. یعنی الان یه جا ببینید یه جا برای خود تنظیم این موتور گیر باکس گذاشتم، این تکون میخوره. اینجا رو میلهشو دو تیکه در نظر میگیرم که بشه تنظیم کرد. اینم الان میشه عقب جلو کرد، اینم میشه عقب جلو کرد. یعنی ما 1 2 3 4 قسمت داریم که تا حد زیادی بتونیم اینو تنظیم کنیم. یه چیز خیلی ترتمیز و روون بره و بیاد. اینو من الان باید برم تراشکاری، هم اینو بدم به تراشه، هم این داخلی اینو بدم درست کنه. علامتش هم زدم. بدم این داخلی رو بتراشه، اینش مهم نیست. این برای جا زدن این تیکه لوله لذا زور استفاده کردیم، چیز مهمی نیست. اینو فقط باید تا اینجا بتراشه، یه 5 سانت هم از تو این در بیاره. اینم که 6 سانت مال این بره، این با این کاری نداریم. تمام. اینا رو باید برم تراشکاری برگردم، دیگه چیزی نمیمونه دیگه. البته میمونه، ما باید پایه رو ببندیم. پایه رو بستیم، بسته شو که اون واشر نیفته گم بشه. حالا یعنی این چه راستی سر چیزو بریده، سر پیچو بریده، زد بد بسته میشه. خب عذرخواهی میکنم ازت. این پای دینامون پایین بس میشه، اون پای دینامون پایین بس میشه. اینجا یه تسمه میفته دور این. تمام. من پای دینامو نمیخوام، اینو میخوام، چون باید ببرم یه اورینگ براش بگیرم. این روغن میدمش. این دوتا رو بدم تراشکاری، یه اورینگ برای این بگیریم دیگه. فقط میمونه پایه و نصب دینامو، بست دینامم باید بگیرم. خب شد بست دینام، اورینگ، تسمه. ما یه تسمه کوتاه میخوایم. بریم اینا رو بخریم و بیایم. تا اینجای کار اینو جوش دادیم، اون تو هم جوش دادیم، اینم وسطشو برش دادم. این تنظیم میشه. حتی یه ذره بیشتر میومدیم اشکال نداشت، ولی خب جاش خوبه. اینو تنظیمش کردم. یه قوطی هم اینجا داشتیم، ما با دست یه تست کنیم ببینیم این انجام میده کار ما رو یا نه. این قوطی رانی البته این یه ذره داره بازی میکنه، کفه باید محکمش کنم. هنوز ما اونو محکم نکردیم. امیدوارم صفحه جلو در نره. چی شد؟ وای 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 وای، این داره تو میچرخه. این حالا چیکارش کنم؟ مشکل دوتا شد. این داره توی این میچرخه. هیچ، اینم باید یه دونه اینجا سوراخ مستقیم بزنیم به پایین، یه دونه چیز رد کنیم، پیچ رد کنیم که نچرخه. چند درد سر داشتیم، اینم بهش اضافه شد. دریلم کو، پیچ 8 نمیخوام، پیچ 6 بیش میزنم. حتی بدون همینجوری این تستش کنیم. آچارت کو؟ آچارت اعصابم به هم این همه زحمت کشیدیم. تراشکار اینو از جای اینکه پیش گفتم پیش بزنم، آقا نمیخواد، با زور میره جا، با فلان میره جا، با زور میره. اینه دیگه
این درجه داره میچرخه، این وسط داره میچرخه، این انگار نه انگار. چرا نه؟ روغن کو. حالا پوستمون کنده میشه، اینو سوراخ کنه. نه دوره اینو تونست برام بگیره، نه همونجوری که بریدنه. نه اینو سوراخ زد درست چیز کنه. الان مجبور شدم شفت اونو سوراخ کنم. یعنی عذابی که یعنی کار خودت انجام ندی بیچاره میشی. این خطرناکه اینجا. چیکار کنم؟ مجبوریم. چه دیگه داری؟ این الان به این میگیره. خدا رو شکر متم خوب راحت سوراخ میکنه. رسید به این. این تراشکاری که کارشو درست انجام نمیده خوشم نمیاد. بریم پیچ 8 بلند پیدا کنیم بیایم. خب خدا رو شکر من تمام سوراخ کردم. یه پیچ 8 بلند ماشاءالله انقدر پیچ داریم که نمیدونم چیه. 4 ساعت دنبال این پیچ میگشتم. خب تا اینجای کار ما الان فقط پایه هاش مونده. پایه هاش رو نصب کنم. میره فقط دینامم وصلش کنیم و چیز دیگه ای نمیمونه. یه سوال تو به این میخوری؟ اگر این پیچ بهش بخوره معرکه است. این پیچ چون رزوه نیست، این صافیه اینجاش، باعث میشه اون کلا نگهش داره. تو اما گور نشی. نه بهش نمیخوره. بریم همه 8 رو بیاریم ولش کن. قسمت نیست بسن که. بیار دیگه جمعش کنیم دیگه. زیاد اسد داره بازی میکنه. خب تو یه مهره، این مهره جون داره. خب شما دوتا با من بیایید. اگر این رد بشه که همینو میزنیم، اگه رد نشه مجبوریم بلنده رو بزنیم. خب خوبه این رد شد. اینجا ببندیمش. یعنی کار رو درست انجام نمیدن، پولم میخواد بگیره.
تازه بیشتر هم بهش دادم. به من گفت 400 تومن برای تراشکاری، ما 1 تومن بهش پول دادیم. یه تومن حالا دستش درد نکنه، خوب گرفت. اما یه قرار نبود دیگه اذیت کنی، بازی در بیاری، تنبل بازی در بیاری. دعواه خب این کردی. خب دیگه چیزی برای خون جلو داره در میره. ببینید بلند شد. خب ما اینجا اینو میاریم بیرون تر، میگیم اینجا باشه. بلند نشو، یه دقیقه اینو له کن قشنگ. آها خب خوب له کرد، ولی ما باید یه کاری انجام بدیم. اینو قشنگ فیکس کنیم، اینو اینجا پایه رو یه جوری ببندیم که بلند نشه. اینو مهار کنیم، اینجا رو مهار کنیم. این مهار بشه فکر کنم لازم باشه 2 تا تسمه اینجا بزنیم. 2 تا تسمه اگه اینجا بزنیم این دیگه کلا مهار میشه. یه تیکه پروفیل دیگه هم اینجا میندازم دیگه، اهمیت نداره. اونو میذارم، یه پروفیل 6 اینجا میذاریم، اینجا تیکه چند تا سوراخ میزنیم، پیچ میبندیم. بعد از بالا این فاصله داره. با شما کارنا هم دستتون درد نکنه. از بالا یه 2 تا پیچ سرمته میزنیم، اینجا فاصله داره، زیاد گیر نمیکنه. خب تا اینجای کار میزون شد. بریم پایه‌هاشو نصب کنم. پایه‌هاشو نصب کنیم دیگه. پایه‌هاشو نصب کنیم. این بیاد رو زمین دیگه میشه کار چیزش کرد. پیچ مهره هم منو دارن اذیت میکنن. تو برو کله این تو هم بیا اینجا. یکم تو سفید کنم. این از اینجا، این از این. تو هم بیا برو اینجا. نمیری؟ دریل کن. اصلا حواسم این رو نوک بسته شده. خب پیچ مهره. اینم باید کلا
پیچشو صفر کنی. رو اعصاب داره جو میره فقط. من این 4 تا پایه رو ببندم، خیلی وقت میگیره، خسته میشید. این 4 تا پایه رو ببندم، اینم تنظیم کنم، سوراخاشو بزنم، جا پیچاشو آماده کنی، بعد بریم سراغ مابقی. خب به مراحل پایانی نصب ساخت این دستگاه قوطی رانی له کن رسیدیم. الان دیگه چیز خاصی از این پروژه نمونده، فقط باید این پیچ رو صفر کنیم و یه تست ازش بگیریم. بعد خوبیه دینام کولر اینه که ما 2 تا سرعت داریم، یه کنده یه تند، این دیگه همه میدونن. 2 تا سرعت داریم. خوبیه کارش اینه، اینم ما ببندیم، اینم از این. خب شولی سفتی تسمه رو، شولی سفتیش خوبه. بس صفت کنیم، اینم همینطور. بعد دیگه میشه روی این نظر داد که این باید صفت بشه یا شل بشه. بعد یه انگوش رفت اونلا. خب نه این همینجا خوبه. برای چی میری بالا؟ برای چی میری بالا؟ اون برای اونم شله. خب این از این ور، اینم از این ور. این 2 تا پایی هم صفر کنیم دیگه تموم میشه. اینم از این و این هم از این بچه دیگه تموم شد. خب این سفته، کج بایستده سفته. خب ایشون میاد اینجا، پیچ اینجا گذاشته، ایشون میاد این موتور رو هندل میکنه. فقط ما باید اینجا یه کاری انجام بدیم، این 2 تا رو باید یه زاویه بهشون بدم. تو دیگه به درد نمیخوری. حتی ما تا حد امکان از همه چیز استفاده میکنیم. از اینو یه چیزی یادمون رفت. خب این بچه وقتی بره دیگه اینجا گیر نمیکنه، وقتی هم برسه اون پایین اونجا رو رد میکنه. واسه که داره دینامو چه‌وری بچرخه. خب اینا رو هم زدیم. این قوطی رانی ما رو
خوب له نکرد. ما میایم اینجا اینو در نظر میگیریم که انقدر باشه. از پایین میتون کنم. چون اینا رو صاف بریدم پس اینا رو میشه تراز کرد. خب ما 2 تا پیچ باید بزنیم. 2 تا پیچ میزنیم و اینکه قبل از اینکه پیچ بزنیم اینا حتما سفت باید بگیریم که یه موقع تکون نخوره. خب من اینجا رو سفت میگیرم. این اینجا چند در رفته. انقدر اینجا براد آهن آتش‌خال آهن هست که دیگه هر چیزی اینجا میخوره به زمین میچسبم بهش. خب خیلی سفت کردیم از این. خب شما بیا 2 تا یه ذره حس میکنم کند شدی ولی پسر خوبی هستی تو. درست داریم. نه کنده. تیز کردن متن خیلی راحته. یه زاویه 35 درجه داره. همینو کافی بذارید روی این اینجوری بکشید پایین. همینجوری آروم اینجوری بازیش بدید. 2 بار 3 بار اینجوری رد کنید کافیه. تمام. این مته تیز شد. همیشه با روغن خنکش کنید. با روغن بیشتر تیز میمونه. با آب کند میشه. کند سریعتر کند میشه. من تست کردم. اینجا رو نگاه کن تو رو قرآن. خوش. خیلی داغ شده. چقدر آهنش عمیق بود. چی بودی افتادی؟ آقا تیرانی بود. ما تا اینجا چیز داریم. این بخوریم. اینجا بدیم. این که اینجوری رندوار داره آهنو برمی داره یعنی خوب تیز شده. این که اینجوری رندوار آهنو برمی داره یعنی خوب تیز شده. کار تو خوب بوده. خب 2 تا پیچ. این پیچایی که گذاشته بودم بالا برای این بود انقدر حواسم پرت شد. من فهمیدم اینا رو برای چی گذاشتیم اینجا. خب این یه دونه برای اینجا، این یه دونه برای اینجا. تو ببینیم چه جوری میشه.
این از این طرف. حالا ما یه تستی بکنیم. برگرد. نه دستکشم فونلا. خب به اون گیر نمیکنه. خوبه. بیا خب شما زحمت کشیدی، دست شما درد نکنه. اینو اگر حالا تو کامنت پرسیدید برای چی پیش مهره کردم، به خاطر اینکه یه موقع خواستیم تنظیمش کنیم، جابجاش کنیم یا عوض کنیم، یه چیز دیگه بذاریم، دیگه دردسر نداشته باشیم. دیگه پیش مهره است، راحت سریع عوض میشه کردش. یه تست کنم. نه وزنش زیاد شد ولی قابل قبوله نسبت چیزی که هست. ببین چقدر خوشگل داره آهن برمی داره. کم بزنید ولی تون تون بزنید. روغن همیشه کم کم اضافه کنید ولی تو مراحل زیاد. روغن زیاد بزنید اون وسط میسوزه یا الان مثلا این شوره میکنه میاد پایین. بخاری که میبینید مال روغنه که داره میسوزه. یه روغن بهش بزنیم و دیگه تمام شد. اینم از اینم تموم شد و به امید خدا. دوتا پیچ کوتاه بود، شما دوتا مهره. حالا هم دنبال مهره بگردم. خب دو روز بعد درشته تو بیا. اینم از اینو. فقط موند ما یه سیم سرشته پیدا کنم، دور کند و تند دینامو اوکی کنیم. پیلیسه داریم، پیلیسه نمیزش بید بیرون. ترسم سوراخ همه رو یه اندازه داریم. چجوری این بزرگ کوچیک شده. خب اینم تموم شد. یه دونه اینو میایم اینجا نه این بدجاست. اینجا هم نمیذارم. اینجا دم چیزی که داریم کار میکنی بد نی. اینجا خوبه. یه کلید دوپل میذاریم. آره دیگه این اصلا بهش نمیخوره. یه کلید دوپل میذارم. اینم یه ذره خم میکنیم بیشتر. اینجوری کلیدمو اینجا قرار میگیره. میترسم خطرناک بشه. همین جلو خوبه. این پیچو میندازیم اینجا، این برم یه سوراخ میزنیم، این پیچو بندازیم. بد دستی
اینم از این اینجا نصب میشه. اینم ما اینجا دریل بده اینجا پیچ اینجا هم درست کنیم. خب اینم جا پیچ اینجا. ای بابا اینقدر این سکوند و پیچ اونجا هست نمیشه با دستکش بست. خب اینی که مشاهده میکنید قرار قوطی لهکن ما باشه. این برم باز کنیم. اینجاست. قرار قوطی لهکن ما باشه و قوطی همون له و لورده کنه. حالا فقط باید الان برق بکشیم و یه تستی ازش بگیریم. یه کار خاص دیگه ای نداره. چرا اذیت میکنه؟ اینم از این مرحله هم به پایان رسید. فقط اون برق کشیش. من برم کابل پیدا کنم. از کابلم نه سیم میخوام. یه سیم 3 باید پیدا کنم. ببینید زیرو اوه مثلا این که دست میره زوریه. بخش سفت نشد. یه قسیم بگیرم یه بار دیگه. تست کنم. باز کوچیک‌تر بده من. خب اینم از این همه چیمون آماده است. فقط میمونه برقش که اونم برم کابل پیدا کنم. دیگه هیچی نمونده. این پشتم که سوراخ کردیم پیچ زدیم. خدا رو شکر که مطمئن قبول کرد این عملیات مهم رو انجام بده. خب این فعلا با دستی کم سخته. فکر کنم باید بیشتر بره تو. 13 چرا 10 بده من. بیا تا اینجا ببینم چطور میشه.
له کرد ولی یه مشکلی داریم. اینجا رو باید ببریم، یه ذره باید ببریم بریم جلو. کار سخت شد. حالا فعلا که جمع شد من برم اول کارت پیدا کنم، دنبال چیزای الکی نگردم. یه کارت میخوام، یه کلید دوپل میخوام، چون فقط دینامه یه دور کند میخوام، یه دور تند. دیگه پمپ نداره که مثلا کلید کولر ستایی باشه. یه تند و کند داریم که حالا اگه خواستیم تند میزنیم تند کار کنه، یا کند میزنیم کند کار کنه و یواش. بعد این جلو رو هم باز کنم، این پایینو ببرم، این باید بیشتر بریده بشه، برقش وصل بشه. دیگه چیز خاص دیگه ای نمونده. یه رنگ هم میتونیم بهش بزنیم اگه حالا خواستیم. با این وضعی که این داره پوست ما رو میکنه فکر نمی‌کنم الان به رنگ برسم. فقط جمعش میکنم، تست میکنم، حالا بعدن اگه وقت شد، اگر شد بازش کنم این پروژه عظیمو، رنگش خواهم کرد، وگرنه شرمنده رنگ کردنشو کنسله. چون الان این 4 تا پیچ آلنی انداختم، همین باز کردنش پوست آدمو میکنه، باز کردن این صفحه خودش پوست آدمو میکنه. همینا اینم باید توش روغن بریزیم. حالا فعلا بریم دنبال سیم و برگردیم، زیاد حرف نزنم. خب سیم کشیش تا اینجا تموم شده. اینا رو من فقط باید سوکت بزنم. سیمش هم کشیدیم. یه سرشته باید براش میکشیدم که یه نول باشه، یه تند و یه دونم کند. خب آبی و نول در نظر میگیریم، زرد و سبز و با قهوه‌ای و این زرد و سبز ارته. نکنید یه تیکه زرده یه تیکه سبزه، این ارته. ولی خب ما ارت نداریم، اینجا تند در نظر میگیرم. اینو قهوه‌ای کند، چیز تند، زرد بشه تند. خب ما اینا نامستب انقدر اینجا آهن، براد آهن هست، هر چیزی رو میذاری زمین سریع بهش میچسبه. خب اینم از اینم آخرین سوکت. خب اینجا ما چی داریم؟ اینجا ما چی رو داریم؟ کام داریم، گوشیمون بره. من اونجا اینقدر براد آهنه نمیتونم گوشی بذارم اونجا. خب یه دیگه ببینم اینجا چیا داریم. خب اینجا های و لو. خب قهوه‌ای میشه اینجا های، کندمون میشه، میگم های، لو میشه قهوه‌ای که کنده، اینجا کام که میشه نولمون، اینم های که میشه تندمون. آره این های اینجا نوشته، این کام برای اینه، این لو اینجا هم که نوشته مال اینه، اینم از این. خب اینم اینجا، این درپوش بعدم میاد روش. گوشی میترسم اینجا بذارم. خب این طرف برقش رو بس کردیم. برید اون ور. یا خدا، ما برق این برم تموم کنیم. اولی رو میذاریم کند، بعد اینم بگم نگی بعدن نگفتی، این چیزایی که دارم میگم یه سری چیزاش اصلا
تخصص ندارید دست نزنید. مثلا همین برق دینام کار هر کسی نیست، دست نزنید. من کار کردم بلدم. من برق ساختمون کار کردم، رشتم الکترونیک، بابام کارش برق ساختمونه، من بلدم. پس به هیچ وجه شمایی که بلد نیستید این کار رو انجام ندید. خب این برای اولی. خب اولی شد کند، دومی میشه تند. این هم حواستون باشه که حتما میخواید کند و تند رو بزنید حتما جدا جدا باید بزنید، با هم نزنید، دینام سیمپیچش میسوزه. اینم از اینم کابلمون. بیا اینجا بالا ببینم، بیا بل کن دیگه. خب این کابل ما اینجا بیاد، از اینجا یه اینجوری بغل وایستاد. این هم از برق اصلیمون میاد اینجا. این از برق اصلیمون. اینم نول. برگرد پایین. اینم نول. امیدوارم این حرکتی که کردیم جواب بده و کار کنه. خب چسب برق. خب این هم از این دیگه تمام شد. پیچ این بچه هم ببندیم. این دیگه تمومه، فقط باید بزنیمش به برق و تستش کنیم. خب ما یه پروسه عظیم برای تمیز کردن اینجا داریم. این برو آهنه باید تمیز بشه. خب الهی امیده تو. بسم الله. خب حالا بریم قوطیرانی بیاریم. چند تا قوطیرانی تست کنیم ببینیم چی میشه. ما بقیه کاراش فقط یه ناودونیمون بندازیم اینجا. پنچر شدی؟ نگو که نمیتونی له کنی. یه بار دیگه. این تیکه‌ای که نمیتونه له کنه دقیقا اون تیکه رو باید صاف کنیم، اینو بندازیم بیرون. این اومد عقب. میبینی میگم چیگیره. خب مثل که ما جامو مشخص شد. اینو از اینجا میبرم، یه حرکت ریزی باید بزنیم، یه جاشو میبرم اندازه این میبرم، اینجا رو یه سوراخ میزنیم، اینو میندازیم توش.
تموم شده رفت. ما این الان دیگه هیچ چیز دیگه ای نمونده، فقط میمونه اینو سوراخ بزنی، اینو درست کنی. قدش یه دقیقه متر بده من سریع. یا خدا، اینا رو جمع کن. اول اینا رو جمع کن. اینجا رو ببین چقدر برود آهن داریم. خب این حرکت اینجا ما اصلا چیز نبود. اینو الان میزون میکنیم متر. اگه من چشم خورد، ما اینقدر هم نمیخوایم، ما 15 سانت برامون بسه. نمیخواد، همین 20 سانت رو میگیرم. الکی چیز نکنیم. یه 20 سانت میفرست کو این آشیش. خب یه 20 سانت یه 20 سانت متن کو بچه کو خودشه. آره خودشه. شما بیا برو، دستت درد نکنه، تا اینجا خیلی زحمت کشیدی. واه، اصلا پیچ اینم شله. حالا صفر شد برام پیچ اینجا. آچار 10 خب روشه. خب پروسه خیلی خوب و دلنشینی بود. دیگه مراحل آخرشه. مراحل آخرش رو طی می‌کنیم. خب این بچه کو آیناش. خب ما اینو یه سوراخی بهش بزنیم. نگاه کن، آچار دریل کو. دیگه الان یه وضعی پیش اومده که خر با بارش اینجا گم میشه. خب این حرکت حالا من باید یه جوری چیز بشه، چی میگن، یه جوری باشه که راحت بشه. اینو صفر کرد محکم وایسه، نه این فایده نداره. من آچار رو همین الان استفاده کردم. این آچار لعنتی رو من همین الان استفاده کردم. این آشی پشت قایم شده. خب این جاش میزون شو، این جاش معلومه. خب یه چیزی، ای بابا شما فعلا تو برق نباش. یکم میام جلوتر. خب این از این. شما ببینید اینجوری باید جوش بخوره. جون نده بلشون.
این شیاری که زدم بخاطر اینکه این قشنگ بشینه روش. بعد من برم دستگاه جوشو بیارم چون ماسک جوش کاری میخوام بزنم، کلاهو نمیتونم دیگه رو سرم بذارم. پس اینو ما جمعش کنیم. این باشه رو بده بیاد دیگه. هیچی از این بچه نمون، آخرای کارشه. این هم تموم میشه. یه تست جزئی هم گرفتیم. امیدوارم اینی که اینجا فیکس میکنیم، یه دلیل اینکه دو طرفو سوراخ نزدم برای اینکه تست کنمه. اینم اینجا میبندیم. اینجا دیگه با تو کار خاصی نداریم دیگه، تو سر جات ثابت شو. این هم از این سر جاش بازی میکنه. شما برو داخل، شما بیا ببینم اگر ما این پیچ مهره گم نشه، اگر ما این پیچ رو اینجا بذاریم ایشون تا این ته میاد. یه تستی میکنم، اگه نشد نهایت اینکه یه ذره میایم عقب‌تر سوراخ میزنیم. من برم دستگاه جوشو بیارم. خب این هم تموم شد. جوشش هم دادیم، الکی اینم صفر کردیم. از جوش بریم دور بازش کنیم. داغ است. او 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 سوختم. بجون چرا به مسخره بازی در میاری؟ بیشعور. خب این اینجا اینم اینجا دیگه. داریم مراحل پایانی این کار رو انجام میدیم و تموم میشه میره. امیدوارم تا اینجا لذت کافی رو برده باشید، دوست داشته باشید، حال کرده باشید. مخصوصا با این پروژه عجیب غریبی که ما پروژه مندرآوردی ساخت لهکن قوطیرانی. خب اینجا این پیچو میندازیم اینجا. اینم پیچ مهره‌ش رو این زیر میبندیم. اگر اینی که الان تنظیم کردم بزنه قوطیرانی و قشنگ له کنه، نور علی نوره. اینم بستیم. من به سرعت هرچه تمامتر باید اینجا رو تمیز کنم. این براد آهن تمام ابزارهای برقی و مخصوصا داغون میکنه. بچه‌ها ده کو چسب برقو که نمیخوام. این یکی پس از دیگری گم میشود. زیر این نیست، نه زیر این نیست. یه دقیقه بیا تو برو اون ور. اینجا اینقدر به هم ریخته شده که اصلا ای بابا. آمناش دیدمش کنار سطل. برو پایین. ما یه محافظ باید اینجا تعبیه کنیم. اینا رو کارهایی که بعداً باید انجام بدیم دیگه. الان دیگه اهمیت خاصی نداره. فقط این باید سفت و محکم اینجا بسته شه. خب ما الان این تیرانی رو آها جان همینه. نه اینجوری نمیخوام له کنیم. نگاه کن چجوری له کرد برام. آه جان. خب اینایی که له کرده رو نمیتونه قشنگ له کنه. اینایی که له کرده رو نمیتونه قشنگ له کنه. ولش کن. ما بریم یه چند تا بیاریم. این سرعت کمش اگه بتونه له کنه خیلی عالیه. خب سرعت کمه که باید کار کنه.
آه این الان اینجوری له میکنه خوبه، اینجوری له میکنه خوبه، این خوب نی. اینو ما دور کندش اصلا جون نره، دور کندش جون داره که ما دور کندش برای تنظیم کردن این خوبه. زد بریم. تصمیم ما میتونه سفت‌تر باشه. ما جا داریم بریم پایین تر. آی خب اینم از این پروژه دوست داشتنی لهکن قوطیرانی. خدا رو شکر اینجا جوریه که لازم نیست ما اینجا رو ببریم. کار ما راحت کرد. فقط دور تندش خیلی اذیت میکنه، چون این هم از این. ما دلم نمیاد همینجوری الکی ول کنم برم، اینو حتما باید امتحان کنیم. خب این از این. اینو میذاریم اینجا. این دوتا هم بیاین بریم پرتون کنم بیاین. ما لذت بخش در این کار دنیا رو انجام میدیم. راستی من قوطی مشابهات حساب دادم. اینو بنده این بر، اینو بنده این بر. قوطی کوچیکا اون بر، قوطی بزرگا این بر. تست کنم ببینم این اوکی میتونه بکنه اینه. این تو دلم میمونه اگه این کارو نکنم. نه امشب همه رو نمیزنم ولی همینا بسته. همینا رو میزنیم بره تموم شه. نهایت اینه که اگر دیدم نمیشه برگرد عقب. خب جا کنیم. اینم جا خیلی عالی بوده. بد رفت. فکر نکنم این بتونه له کنه ولی تونست. این تموم شد. بریم این قوطیرانی ها رو بزنیم و به کجا گیر کردی؟ آها رفته بالا. من یه ناودنی باید بسازم.
این ناودونیشو باید جوری بسازم که این وقتی میاد تا اینجا ما ناودونی اینجا در نظر بگیریم. این که الان مثلا این دوت یه ذره دیگه هم بکن. به چی گیر کردی؟ نه جوندار کار میکنه. یکی از دلایلی که جوندار کار میکنه بخاطر این گیربکسه. این گیربکس قدرتیه، میاد رو موتور، باعث افزایش قدرت موتور میشه. خب تا اطلاعات تا ساخته دیگر بدرود. خب حالا اینو چوخی کردم. تا اینجای کار رو انجام دادیم، تموم شد رفت. خداییش نمیدونم اگر حال داشتم وقت شد رنگش میکنم، نشد همینجوری میذارمش اونجا باش کار میکنیم، چون اینکه بخواد رنگ بشه خیلی درد سر. کل اینا همه باید باز بشه، نمیشه همه رو هم رنگ کرد. اینم از یه دونه این بزرگا اگه پیدا کنم. اینم اون وانو برای همین آوردم، این وان برای همین کاره. خب اینم از این ساختیمش و تموم شد و رفت دیگه. هیچ چیز دیگه ای نداره. فقط اگه لازم باشه که با این وضعی که من میبینم گیر کردنش نیازه که شل شد، نیازه که اینا رو چیز نکنیم، چی بهش میگن، صدا چی بود؟ اینه صدای زیاده؟ دفتر اومد. صدا اینه. خب چی داشتم گفتم؟ حواسم پرت کرد. تموم. فقط رنگ میمونه که رنگم اگر یه زمان وقت کردم حالشو داشتم رنگ میکنم خودش شده. اینکه بخوام اینو رنگ کنم اون دینام باید باز بشه، این گیربکس باید باز بشه، این باز بشه، سیم کشی ول بشه. اصلا یه دردسر عجیب غریبی داره، بهش فکر نکنید ترجیحاً که بخوام چیز کنم. و تمام شد. کلش همینه. امیدوارم دوست داشته باشید. بعد این باید برم سراغ اون گیوتین رو درستش کنم. این هم از این وزنش بدک نی، وزنش بد نی، سنگین هست ولی خب بد نیست. من فکر می‌کنم خیلی سنگین تر از این الفا باشه.